من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. الله می فرماید بسیار چیز بدی را اینها فروختند. ببین اشترا گاهی به معنی اشترا میاد، گاهی به معنی باع می آید، فروختن می آید. باعو اشترا یعنی چی؟ باعو بسیار چیز بدی را فروختن آن را. اون چیه؟ اشتروا به انفسهم فروختند به وسیله آن نفسشون را، خودشون را. اون چی بود؟ ان یکفروا بما انزل الله. اون این بود که کفر کردند به آنچه که خدا نازل فرموده، یعنی به قرآن خدا کفر کردند. چرا؟ بغیاً از روی حسد. این مفعول له هست، ای لاجل البغیه. چرا یهود کفر کردند؟ یهود مگر نشناختند؟ شناختند. باور نداشتند؟ باور داشتند، ولی حسودیشون شد. حسودی به این که چرا این از بیان عموزاده های ما انتخاب شد. اسرائیل فرزند که بود؟ یعقوب فرزند که بود؟ اسحاق. رسول الله از اولاد که بود؟ اسماعیل. اسحاق و اسماعیل با هم چیان؟ برادرن. اینها انتظار داشتن از فرزندان اسرائیل باشد، از فرزندان اسرائیل ابن اسحاق باشد، یعنی بنو اسرائیل باشد. این پیغمبر از چی شد؟ بنو اسماعیل شد. لذا الله می فرماید بغیاً فروختن نفسشون را به خاطر حسد. ان ينزل الله من فضله على من يشاء. بسبب اینکه خدا نازل می فرماید از فضلش بر هر کسی که بخواهد، علی من یشاء من عباده. ينزل الله قرآن من عباده محمد، یعنی بسبب اینکه خداوند قرآن را بر محمد نازل کرد اینها حسودیشون آمد. حسودیشون که آمد اشکالی ندارد. الله می فرماید ایمان نمی آورند نیاورند، ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه دنیوی و نتیجه اخروی. فباءوا بغضب نتیجه دنیوی، وللکافرین ثمره اخروی نتیجه اخروی. الله می فرماید فباءوا بغضب على غضب. اونها رجوع کردن به غضب بر غضب. از قبل اینها تحت غضب الهی بودن به خاطر انکار توحید. الان بر اون غضب یک غضب دیگری که انکار چی شد؟ رسالت رسول الله. پس فباءوا بغضب، غضب جدید چی بود؟ انکار محمد. علا غضب بر غضب قبلی خدا، اون چی بود؟ انکار توحید. پس اینها رجوع کردند، مواجه شدند با غضب الله به خاطر انکار نبوت. علا غضب بر غضبی به خاطر انکار توحید. وللکافرین عذاب مهین. این نتیجه اخروی هست. الله می فرماید برای کافران عذاب ذلت باری هست، عذابی هست که اونها را خار و ذلیل می کند.
و اذا قیل لهم، اکنون خداوند زجر بیان میفرماید، و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، هرگاه گفته میشه به اینها که ایمان بیاورید به آنچه که الله نازل فرموده، قالوا نؤمن بما انزل علینا، میگویند ما ایمان میآوریم بر آنچه که نازل شده بر ما. مگه الان نازل شد؟ نه، از قبل نازل شده بود. ای نستمر علی الایمان، نؤمن به این معنی که به همون ایمان مستمر میمانیم، ایمانی که به موسی داشتیم، به تورات داشتیم، به همون ایمان میآوریم. و یکفرون بما وراءه، ما غیر از او، ما ورای او کفر میکنیم. هر پیغمبری غیر از موسی، هر کتابی غیر تورات، ما به او چی میکنیم؟ ما به او کفر میکنیم. در حالی که الله میفرماید و هو الحق مصدقا لما معهم، در حالی که این قرآن حق است، مصدقا تصدیق کننده است، لما معهم تصدیق کننده آنچه که با اونها بود. یعنی قرآن مگر غیر از تورات میگه؟ قرآن هم آمده که تورات را چی میکند؟ تصدیق میکند. خب خداوند رد اول چیه؟ و هو الحق، ادعای اونها را رد میکنه خدا. اول اینکه و هو الحق، قرآن هم چی است؟ حق است مثل تورات. دوم، رد دوم، مصدقا لما معهم، قرآن هم تایید میکند، تصدیق میکند تورات را، ما معهم را، کتابی که همراه اونها هست. و رد سوم، خدا میگه شما دروغ میگید، شما به تورات هم ایمان ندارید، ادعا هست، ادعای پوچ هست. به چه دلیل؟ مگر در تورات نوشته که انبیا را بکشید؟ شما اگر به تورات هم ایمان دارید، پدران شما ایمان داشتند، پس چرا انبیاء خدا را کشتند؟ الله می فرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله، بگو پس چرا کشتید انبیاء خدا را، من قبل و قبل از این، ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید، اگر ایمان داشتید، مؤمن بودید، چرا انبیاء خدا را کشتید؟ پس معلوم میشه اونجا هم شما ایمان ندارید، دروغ میگویید. الله تعالی دلیل عدم ایمان یکی این را بیان میفرماید که اگر واقعا شما ایمان داشتید، پیغمبران منو نمی کشتید. دلیل دوم، اگر ایمان داشتید به تورات گوساله پرستش نمی کردید. اگر ایمان داشتید گوساله پرستش نمی کردید. الله می فرماید ولقد جاءكم موسی بالبینات، به درستی که موسی پیش شما آمد با بینات، با دلائل توحید. ثم اتخذتم العجل، سپس شما گرفتید گوساله را الها. اتخذتم العجل الها، شما گوساله را اله و معبود خود گرفتید. من بعده، بعد از مجیء موسی، بعد از آمدن موسی پیش ما. و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالم بودید، بزرگترین ظالم شما بودید. ببین ظلم چیه؟ وضع الشیء فی غیر محله، یک چیزی را به جایش نگذار، به غیر جایش بگذار. بر این انسان باید دست به سرش بکشی، جایگاهش اینه، دست به سرش بکشی، بزن تو سرش، این شو ظلم. وضع الشیء فی غیر محله. پس شرک هم بزرگترین ظلمه، چون وضع الشیء فی غیر محله. عبادت باید مال کی باشد؟ الله. کی را باید عبادت بکنیم؟ الله را. خب غیر خدا را عبادت بکنیم، پس چیز را در غیر محل گذاشتیم یا نه؟ اینجا مفسران گفتن و انتم ظالمون، ای الواضعون العبادت فی غیر محلها، عبادت را در غیر محلش گذاشتید. عبادت باید برای خدا میشد، شما برای عزیر کردید. باید برای خدا میشد، شما برای گوساله عبادت کردید. الله میگوید و اذا اخذنا میثاقکم، شما میگه به تورات عمل کردید. رد پنجم اینه. رد چهارم این بود که چی؟ شما گوساله پرستی کردید.
شما پس به تورات ایمان نداشتید. رد پنجم، شما همون تورات هم قبول نکردید. خداوند کوه طور را آورد که عمل میکنی یا نمیکنی. الله میفرماید و اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، وقتی که ما پیمان شما را، میثاق شما را گرفتیم، ورفعنا فوقکم الطور، بالای سر شما طور را قرار دادیم. خذوا ما آتیناکم بقوه، ما گفتیم دستور دادیم بگیرید آن چیزی که ما به شما دادیم، بقوت، با قوت یعنی با همت بگیرید. واسمعوا، از دل گوش کنید. واسمعوا، از ته دل گوش کنید. ولی شما کردید؟ عمل کردید؟ جواب شما چی بود؟ قالوا سمعنا وعصینا، گفتن ما شنیدیم، به زبان گفتن، اما با دل گفتن و عصینا، نافرمانی میکنیم. سمعنا بلسان و عصینا بقلوبهم، با زبان گفتن میشنیدیم، با دل نافرمانی. چرا در توحید و در یکتا پرستی اینها نافرمانی میکردند؟ الله میفرماید به این دلیل و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، به سبب کفر در دلشان محبت گوساله جای گرفته بود. محبت گوساله چی شده بود؟ جای گرفته بود. ببینید محبت گوساله با اشربو، با شراب و با آب چه نسبتی دارد؟ بیضاوی میگه کما یتداخل الصبغ الثوب، چنانچه رنگ که وقتی تر باشد چطور در داخل پارچه و در عمق پارچه فرو می رود و جا می گیرد، همچنین حب گوساله مثل همون آب و مثل رنگ رفته بود در دلشون، جا گرفته بود. کما یتداخل الثوب و الشراب و اعماق البدن، شراب به چی میگه؟ عمق بدن. به عمق اون بدن چی؟ محبت گوساله جا گرفته بود. بله، الله می فرماید قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم، پس اگر ایمان این است که شما به تورات دارید، بسیار چیز بدی هست که ایمان شما را به او وادار می کند. اون چیز بد چیه؟ کفر به محمد صلی الله علیه وسلم. ان کنتم مؤمنین بزعمکم، اگر شما به گمان خودتون مؤمن هستید، پس این ایمان بد راهی شما را نشان میده. این ایمان شما را گمراه میکنه، هدایت نمیکنه. اکنون خداوند عزوجل میفرماید ای پیغمبر، دلائل را که اینها متوجه نمیشوند، اگر راست میگویند که اینها اهل بهشتند، علی الحق هستند، بندگان مقرب خدا هستند، به بهشت می روند، پس به اونها بگو تمنای مرگ بکنید، زودتر بمیرید تا زودتر به بهشت برید. آیا مرگ را تمنا می کنند؟ هرگز. میدونند که پشت سر مرگ به هر حال مسیرشون خوب نیست، وضعشون خوب نیست. لذا این را علمای ما گفتن اعلام مباهله هست. این در واقع چی هست؟ اعلان مباهله هست. یعنی بعد از دلائل خداوند عزوجل میگوید به اونها چی بکنید؟ اعلان مباهله بکنید. خب قل ان کانت لکم الدار الاخره، بگو اگر برای شما هست دار آخرت، یعنی آخرت از آن شما هست، در قیامت شما آباد هستید، وضعتون توپه، خوبه، پس تمنای مرگ بکنید. اینجا علامه ابن کثیر و مفسرین دیگه نوشتند که سبب نزول این آیه این است که قول یهود که میگفتن لن يدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، وارد بهشت نمیشه مگر یهودی و نصارا. و همچنین میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، محبوبان خدا هستیم.
و همچنین میگفتند لن تمسن النار الا ایام معدوده، ما را آتش ضرری نمیرسانه مگر چند روز فقط. این چیزها را وقتی میگفتن خدا گفت که خب اعلام مرگ بکنی، پس تمنای مرگ بکنی. اینا را کی گفته؟ روح المانی، قرطبی، معالم التنزیل، ابن کثیر. پس الله عزوجل در پاسخشون فرمود که ای پیغمبر اعلام مباهله بکن. قل ان كانت لكم الدار الاخره، اعلام بفرما ای رسول الله، ان كانت لكم الدار الاخره، اگر هست برای شما دار آخرت یعنی بهشت مال شماست، عند الله، بنزد الله، خالصتا، خالص مال شما، فقط شما. چون میگفتن لن يدخل الجنه الا من كان هودا، هرگز وارد بهشت نمیشه مگر یهودی. پس خالص مال شماست، من دون الناس، بغیر از بقیه مردم. پس شما لطف کنید، فتمنوا الموت، تمنا کنید مرگ را، تمنا کنید مرگ را، لتدخلوا الجنه، تا بری به بهشت. مگر بهشت از این دنیا بهتر نیست؟ خود تمنا بکن مرگ را. تمنوا الموت ای ادعو بالموت. ببین این مباهله هست. ادعو بالموت على الكاذب من الفریقین، از ما دو گروه هر کس بر کاذب است بیاییم دعا میکنیم هر کس کاذب است بمیرد، خدا او را موت بده. والمراد منه المباهله كما صح عن ابن عباس و غیره من السلف. مراد از این مباهله هست چنانچه از ابن عباس و دیگر سلف منقول است. جامع البیان، قرطبی. خب الله می فرماید فتمنوا الموت، تمنا بکنید مرگ را، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. اما پیشگویی الهی، ولن یتمنوه ابدا، هرگز تمنا نمی کنند، ابدا تمنا نمی کنند. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، بسبب آنچه که عمل کردند، دستهاشون پیشا پیش فرستاده، یعنی قبلا عمل کردند و اعمالشون را انجام دادند. انهم فی دعواهم کاذبون، میدانند که در این ادعا دروغگو هستند، به این خاطر تمنای مرگ نمی کنند. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میداند ظالمان را. علیم بالظالمین. و خداوند میفرماید که اینها تمنای مرگ نمی کنند هیچ، که از همه مردم بیشتر بر حیات دنیا حریصند، در حالی که مشرکین مکه دنیا را، آخرت را قبول نداشتند. درسته؟ فقط میگفتن زندگی دنیاست. اونها باید حریص می بودند. خدا میفرماید اینها از مشرکین حریص‌ترند. خب شما که ایمان به بهشت داری چرا اینقدر به دنیا حریص هستی؟ چون میدونه که پشت سر خوب نیست، وضعش خوب نیست. الله میفرماید ولتجدنهم احرص الناس علی حیات، البته میبینی آنها را حریص‌ترین مردم بر زندگی، حریص‌ترین مردم بر زندگی. و من الذین اشرکوا، حتی حریص‌تر از مشرکین، از کسانی که شرک کردند. اونهایی که قیامت را قبول ندارند، مشرکان، اینها از اونها هم حریص‌ترند. یود احدهم، الله کیفیت حرص را بیان میکنند. یود احدهم، دوست دارد یکی از آنها، یکی از یهود، هر یهودی، هر ملا و آخوند یهودی تمنا میکند، دوست دارد، لو یعمر الف سنه، اینکه عمر داده بشه 1000 سال، 1000 سال عمر را تمنا دارد. خب 1000 سال خدا بهت بده، 1000 سال تو را از جهنم نجات میده. الله می فرماید و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، نیست دور کننده او. این حماقت یهود است، این تمنا را می کنند، این عمر او را از عذاب دور نمی کند.
و ما هو بمزحزحه، نیست این چیز دور کننده او، من العذاب، از عذاب، ان یعمر بیان ما هست، این که عمر داده بشه، یعنی عمر دادن او را از عذاب دور نمی کند. والله بصیر بما یعملون، خداوند به آنچه که عمل می کنند چی هست؟ بینا هست، بصیر هست، خداوند از اعمال اونها خبر دارد. قل من كان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك. از اینجا به بعد شبهات یهودی‌ها، تا اینجا خداوند خباثت‌های هم پدرانشون را بیان کرد، خیانت‌های گذشتگان را، خیانت‌های موجودین را، و اینکه شما هیچ دلیلی ندارید برای اینکه به پیغمبر ایمان نیاورید، دلیلی وجود نداره، باید ایمان بیاورید. اکنون سوالات اونها، اشکالات اونها، یک سری سوالات و اشکالات غلطی میکردند که الله تعالی اونها را جواب میده. یک اشکال اول این بود که حامل این کتاب جبرائیل است. جبرائیل دشمن ما یهود است، چون که هر جا که بر ما عذاب می آمده، عذاب را کی می آورد؟ جبرائیل می آورد. پس با ما عداوت و دشمنی دیرینه دارد. ما این کتابی که جبرائیل حاملش بوده ما قبولش نداریم. اگر میکائیل بود ایمان می آوردیم، اگر میکائیل بود ایمان می آوردیم. دوم اشکال دوم این بود که مطالب قرآن عیناً مثل مطالب تورات نیست. در تورات اجازه ندای غیر الله هست، ولی در قرآن اجازه ندای غیر الله نیست. دلیلش اینه که سلیمان علیه السلام غیر الله را میخواند، جادو میکرد، به همین خاطر سالهای سال حکومت کرد. خب ببین در جادو چیزی است، بحث جادو که برسیم عرض میکنم، جادو چیزی است که بدون استمداد از غیر الله جادو ممکن نیست. ببینید سلیمان جادو میکرد، غیر الله را استمداد میکرد. هاروت و ماروت دو تا فرشته هستند، اونها چی میکردند؟ جادو میکردند. خب در جادو ندای غیر الله است. پس اینها در ندای غیر خدا در تورات مجوزش هست، در قرآن مجوزش نیست. این شبهات و سوالات اونها بود. خداوند جواب میده. الله می فرماید قل من کان عدوا لجبریل، ای رسول الله اعلام بفرما هر کسی که دشمن جبرائیل باشد، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بدون شک جبرائیل نازل کرده کتاب را، قرآن را بر قلب تو، بر قلب اطهر تو ای رسول الله، بإذن الله، بإذن الهی. همان تورات، همان کتابی که مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده و تایید کننده اون کتابی هست که قبل از این هست، و هدن و هدایتی هست، و بشرا و بشارت و مجدهی هست للمؤمنین، برای مؤمنان. بشارت و مجده هست برای مؤمنان. هر کسی که دشمن جبرائیل باشد، من کان عدوا لجبریل، این شرط است. جزا چیه؟ فهو علی الخطأ، یا جزایی شبیه این. اون انسان بر اشتباه است، اون انسان بر مسیر غلط است، اون انسان اشتباه کرده. چرا جبرائیل کتابی را که این کتاب شبیه کتاب اونها هست بر قلب تو نازل فرموده. دوم من کان عدوا لله، هر کسی دشمن خدا باشد، و ملائکته،
دشمن فرشتگان خدا باشد و رسله دشمن پیامبران الهی باشد و جبریل دشمن جبرائیل باشد و میکال دشمن میکائیل باشد، هر کسی دشمن اینها باشد فهو کافر، جزا مقدر است، یا فهو عدو لله، اون کافر است، اون دشمن خدا است. چرا؟ فإن الله قائم مقام جزا هست، علت هست. الله می فرماید فإن الله عدو للکافرین، به درستی که الله دشمن کافرین هست. خدا بعد دشمن او هست، اون کافر است و خدا چی هست؟ دشمن کافرین هست. لذا اینها که میگن جبرائیل دشمن ماست، غلطه. دشمنی جبرائیل دشمنی خداست و این به مثابه کفر است. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، اینجا ترغیب الی القرآن هست همراه با زجر برای یهود. الله می فرماید به درستی که ما فرو فرستادیم، نازل کردیم به سوی شما آیات بینات، آیات بینات را و آیات واضحات را، و ما یکفر بها الا الفاسقون، سبب انکار نمی کنند آیات ما را الا الفاسقون، مگر فاسقان. فاسقان کی هستند؟ المتمردون فی الكفر الخارجون عن الحدود. روح المانی علامه آلوسی میگه اونهایی که در کفر تمرد میکنند و از حدود الهی خارج میشوند، اینها کیا هستند؟ فاسقان هستند. آیا هرگاه که عهد و پیمانی با خدا میبندید این گونه میاندازی با این بهانه های واهی؟ او کلما عاهدوا عهدا، آیا هرگاه عهد کنند با خدا عهدی، نبذه فریق منهم، یک گروهی اون عهد را میاندازند توجه نمی کنند. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر اینها ایمان ندارند. در واقع چه عهدی؟ عهد در تورات مگر نبسته بودند که به پیغمبر خاتم ایمان بیاورند؟ خب چرا به اون عهد عمل نمی کنند؟ الله علتشان چون اکثرشون به همون تورات هم ایمان ندارند. بل اکثرهم لا یؤمنون، بنویسید ایمان مخلصانه به کتاب خودشان ندارند. ایمان مخلصانه به کتاب خودشان ندارند، و الا اگر ایمان به تورات داشتند به محمد ایمان می آوردند. محمد کسی است که تورات او را چی کرده؟ تایید کرده. بله، الله می فرماید ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، زمانی که آمد پیش اونها رسول، این تنوین رسول برای تعظیم هست، رسول ای رسول عظیم، رسول بسیار بزرگوار. این رسول آمد، ببین اوصاف رسول، من عند الله، وصف اول، رسول از جانب الله است. مصدق لما معهم، وصف دوم، رسول حامل پیامی هست، حامل کتابی هست که این کتاب تصدیق می کند آنچه که با اونها است. با اونها چی بود؟ تورات. خب تورات، قرآن تورات را تصدیق می کند. چیه تورات را؟ علامه آلوسی باز میگه صدق ما فیها من قواعد التوحید، قرآن عیناً قواعد توحید را که در تورات آمده اونها را تصدیق می کند، و اصول الدین، اصول دینی که در تورات آمده اونها را تصدیق می کند، و اخبار الامم، اخباری که درباره امم گذشته هست مثل تورات قرآن تعریف می کند، و المواعظ والحکم، مواعظی که در تورات است، حکمت‌های و ارشاداتی که در تورات است، قرآن همه مثل چی هست؟ مثل تورات هست. لذا الله می فرماید مصدق لما معهم،
این پیغمبری که چنین کتابی آورده، اما حماقت یهود، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، حماقت یهود، اینها چیکار کردند؟ به این قرآن عمل نکردند. چی کردند؟ الله می فرماید ولما جاءهم رسول، زمانی که این رسول عظیم آمد، من عند الله، از جانب الله، مصدق لما معهم، اون رسولی که تصدیق می کند اون تورات را که همراه ایشان بود، نبذ فریق، جواب لما، زمانی که این پیغمبر آمد، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، انداخت گروهی از کسانی که کتاب داده شدند، یعنی یهود عصر پیامبر. یهود عصر پیامبر چیکار کردند؟ کتاب خدا را انداختند. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله، کتاب الله مفعول نبذه هست. اینا چی را انداختند؟ نبذ کتاب الله، مراد از کتاب الله تورات، تورات را پشت سرشون انداختند، یعنی به تورات عمل نکردند، چون عمل به تورات می طلبد که ایمان به محمد باشد. کتاب الله وراء ظهورهم، پشت سرشان انداختند، کأنهم لا یعلمون، گویا آنها نمیدانند. چرا نمیدانند؟ گویا نمیدانند که ان التورات کتاب الله، نمیدانند که تورات چی هست؟ کتاب خدا هست. لذا این حماقت اولشون که قرآن که آمده باید به تورات عمل بکنن. تورات میگه به قرآن ایمان بیاور، به محمد ایمان بیاور، اما اینها تورات را پشت سرشون انداختن. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.